این هفته خبر تو خبر داره براتون از دامنه تأثیرات تحریم که الان به مخ و اعصاب خرچنگ نظام هم کشیده و باعث شده که به اکتشافات جدیدی در زمینه فواید تحریم برسه. از ویژگی‌های انقلاب ما فرصت سازی است. از دل این تحریم‌های بیش از 30 ساله چی در اومد؟ پیشرفت‌های خیره کننده هسته‌ای و من امیدوارم همین تحریم هم سبب بشه انشالله ملت بزرگ ما خیز بردارن به سوی اقتصاد منهای نفت. بله، پس اقتصاد مملکت تا حالا پشت تحریم مونده بود تا از تک‌پایگی خارج بشه ها؟ باز این خرچنگ عمامه به سر اومد حرف بزنه، تو سرازیری معلق زد. البته از این معلق زدن ها و وارونگویی ها در مورد اوضاع درام اقتصادی توی نظام زیاد شده. از ترس اینکه فنر فشرده نارضایتی مردم با این تورم و گرونی یه وقت از جا در نره، اره و اوره و شمسی کوره توی تلویزیون نظام قطار شدن تا ملت رو قانع کنن که فقر از مواهب الهیه. آیا منظور شما اینه که فقر یا مصیبت‌های دنیوی که وقتی گریبان گیر ما میشه نتیجه گناهان ماست یا اینکه نه؟ هیچ اتفاقی شانسی نیست، اثر یک عمله، اما الزاما اینجور نیست که اثر یک گناه باشه. بخشی دیگه از بلاها ترفیعیه، ارتقائیه، یعنی نه برای کتک زدنه به خاطر یک عمل بد، کفاره است، نه، بلکه برای این هستی که یک زمینه خدا داره پیش میاره که شخص رو بالا ببره. یعنی در واقع اگر دچار بیماری میشیم، اگر دچار فقر میشیم، اگر مصیبتی میاد سراغ ما، اصلا ممکنه که گناهان ما فقط سوالی که باقی میمونه اینه که چرا خدا این زمینه رو برای مقام عظما و آقا مجتبی و برادران قاچاقچی سپاه فراهم نمیکنه تا اونا هم یه مقدار شخصیتشون بالا بکشه؟ یا چرا زمینه رو برای این حاج آقا کله کدو فراهم نکرده که بعد از عمری مفخوری داره برای ملت از فواید فقر و گرسنگی صحبت میکنه؟ بدنهاتون تازه میمونه. ببینید وقتی ما خیال میکنیم توی رفاهات شو اینا، خب بدن ها بله خب این زیاد خوردن زیاد خواب بدن خراب میکنه. خیال میکنیم بدنتون تازه میمونه، یعنی همین که کم میخوری فعالیت میکنید چه میکنید، شما میبینید توی زندگی‌های شهرستان میریم با اینکه سن طرف هم مرد هم زن بالاست ولی باشون سر حالت واقعا هم هستن، یعنی تازه هستن، یعنی این بدن مثل یه بدن 40 ساله است در حالی که 60 و چند ساله. ارزش انسان این نیستش که حالا من غذای فلان چیه فلان، ارزش به بندگی خداست، به خدمت به مردم، به علم، به نماز، به دینه. اما خب همون کم، نه اینکه کم میخوره نداره، یعنی برای این اساسه که اینقدر باید بخوره. بله. فعالیتش به جا چه؟ وقت هم هر داشتنی، ببین اموال وقتی میادش خود نگهداری و تحفظش برنامه و فکر و انرژی و اونم داره، آخه خیال نکنیم همش نفعه. زندگی رو بر اساس همون درآمد ببندن اینطور نیست. حالا خداوند درآمد بیشتری شد، کار بیشتری چیزی. حالا توجه شما رو جلب میکنیم به یه نمونه از علاقه شدید سیدعلی به آزادی بیان که توی دنیا لنگه نداره. ما طرفدار آزاداندیشی هستیم. البته من بگم به شما آزاداندیشی جاش توی تلویزیون نیست، آزاداندیشی تو جلسات تخصصی است جاش. بله جلسه مثلا فرض کنید در زمینه فلان مسئله سیاسی یه جلسه تخصصی دانشجویی بذارید، 2 نفر بیان اونجا، 2 نفر 5 نفر 10 نفر بیان بحث کنن با هم دیگه، این میشه آزاداندیشی. جلسه تخصصی والله تو جلسات عمومی در صدا و سیما 2 نفر بیان، اون کسی که حق اون غلبه نخواهد کرد لزوما، اون کسی غلبه خواهد کرد که بیشتر عیاری کار دستشه، میتونه بازیگری کنه. در محیط‌های عمومی البته جای اون بحث‌ها و مناظره ها نیست. علت ترس سیدعلی از مناظره تلویزیونی تجربه انتخابات قبلیه که از مناظره تلویزیونی
تا افقی شدن عمود خیمه نظام در کف خیابونا پیش رفت. به همین خاطر خامنه‌ای حواسش هست که مبادا دوباره یه شعله کوچیک کل نظامش رو فنا کنه. از طرف دیگه توی سوریه هم این روزها سری پاسدارهای صادراتی عظما تو تور ارتش آزادی سوریه میافتن و به دردسرای ولی فقیه اضافه میکنن. پشم و شیشه آخوندی هم مونده که چطور برای حضور این همه پاسدار تو سوریه توجیه بتراشه. یه بار میگه اینا زوار بودن که برای زیارت رفته بودن. صبح روز پنجشنبه اتوبوس حامل زائران ایرانی که از شهرستان مرودشت استان فارس برای زیارت به کشور سوریه و عراق عازم کشور سوریه بودند، در بین راه حلب به دمشق و نزدیکی ادلب توسط گروه‌های ناشناس مسلح تعداد 11 نفر از مردان کاروان رو که سن اونها بین 25 تا 50 ساله بوده رو گروگان میگیرن. حالا اینکه جز پاسدارای خامنه‌ای چه کسی به سرش میزنه که توی این اوضاع سوریه بره اونجا زیارت بمان. یه بارم که یه سری دیگه‌شون اعتراف کردن که کارشون سرکوب مردم سوریه بوده، توسط تیوی ریش به عنوان تکنیسین رونمایی شدن. داداش من سال 86 از دانشگاه تهران جنوب مدرکشو گرفته، اینم دانشنامه‌شه. تمام شرکت‌ها، تمام نیروگاه سطح ایران اینا رو میشناسن چون واسهشون کار کردن. این تصویری که الان شما میبینین لباس آبی تنش هست، مجید قنبری، تکنسین فنی درجه 2. بعد هم برای ماسمالی کردن اعترافات این استدلال رو خرج کردن. اولین نکته‌ای که نظر هر بیننده را در این ویدیو جلب می‌کند تحت فشار بودن این گروگان‌ها برای به زبان آوردن برخی جملات است. اینجا و تیم من تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی. اما خداوکیلی اینا بیشتر تحت فشارن یا این بچه‌هایی که نشوندنشون توی این کلاس تا جملاتی رو از روی کاغذ بخونن که نه خودشون معنیشو میفهمن و نمیتونن حفظش کنن؟ در زمان فتنه ما میخوایم بررسی بکنیم ببینیم در زمان فتنه چه رخ دادی میشه که ما نمیتونیم حق از باطل تشخیص بدیم. ما همونطور که میدونیم اگه سفید رو با مشکی قاطی کنیم حق و با باطل قاطی بشه، یعنی زمان فتنه، ما نمیتونیم سفید رو بگیم که این سفیده یا مشکیه. خلاصه با همه این سفید سازی ها اون چه که در سوریه جریان داره سوزوندن عکس خامنه‌ای و پروندن برجک تانکای ارتش بشار اسده. الله اکبر. همه چیز حکایت از این داره که حکومت یار گردن دراز عظما فقط به یه تار مو بنده و داره پیچ و تاب‌های آخرشو میخوره. اما بمب خنده هفته گذشته در فرودگاه مهرآباد منفجر شد، جایی که به مناسبت ورود امام دجال به خاک ایران یه مراسم کمدی برگزار کردند که در اون ماکت مقوایی خمینی از گارد احترام ساندید. به این ترتیب توی این اوضاع درام نظام ولایت بقای بر میت کردن و رکورد جدیدی در تهجر خلاقانه به ثبت رسوندن.
یکی دیگه از برنامه‌های کمدی که به همین مناسبت پخش شد بازدید از خونه پدری خمینی بود. یک محیط بسیار صمیمی. امیدوارم اونهایی که تا حالا نیومدن و این فضا رو ببینن بیان سادگی، صمیمیت و زندگی حضرت امام رو اینجا ملاحظه کنن. خمینی کبیر ما تا 16 سالگی در این خانه زندگی میکرد و این کاهگل که واقعا نشان از صفا و صمیمیت در خانواده امام داره و اینجا کانون مشورت و برنامه‌ریزی ها بود، محلی برای علم و دانش اندوزی و فراگیری علوم دینی و امام عزیز ما در چنین مکانی رشد و نمو کرد. حالا چگونگی رشد و نمو امامشون در این محل صمیمی و علم آموزی رو از زبون خود اون دجال بشنویم. من از بچگی تو جنگ بزرگ شدم، تا حالا نگفتم. ما مورد هجوم زلقی ها بودیم، مورد هجوم رجبلی ها بودیم و خودمون تفنگ داشتیم و در این حالی که من یه بچه اون وقت بودم ما تفنگ دستمون میگرفتیم با اونا جنگ میکردیم. بله، تو بچگی از همین بازی ها میکرده که وقتی پاش به ایران رسید منطقه رو با آتیش کشید. در مشنگستان این هفته قره بان تا دنیای بعد از مرگ حدیث داره. موقعی که خدای منان اراده فرمود آدم را خلق کنه، به جناب جبرئیل ملک مقرب امر فرمود برو یه مقدار خاک از زمین بگیر بکن، گل آدما چاق کنیم خلقش کنیم. آدم چند متر بوده کی میدونه؟ طول آدم 17 متر بوده و عرضش هم خب لابد 10 متر، عریض و طویل. رفتید هابیل سر قبر هابیل در سوریه، این تا سینش بیشتر نیست، اینی که هست. حدیث هست، از خودم نمیگم، حدیث داریم فرمودن که وقتی انسان سر قبر امواتش میره، پدر مادر اون کسی که از دنیا رفته، دم قبرستان که وارد میشود، مثلا پدرش از دنیا رفته سر قبر باباش داره میره، تا دم قبرستان وارد میشه این میت به همسایه‌ها شروع میکنه بگه این پسر منه داره میاد، این بچه منه داره میاد، هی مباهات میکنه، هی افتخار میکنه. وقتی هم میاد سر قبرش میشینه هی به میگه مخو نمیشنوم، هی میگه بابا یه خورده بشین، من حوصله‌ام رفته بود، تنهایم، اونس بگی باش. نمیدونم دقت کردید یا نه، یه مقدار نایی که میگم اگر گوش کنی از حالا به بعد که میری ببین میت آدمو نگر میداره، هر چی آدم میخواد پاشه بره نمیذاره، میگه بابا یه خورده دیگه بشین. من اینا قشنگ سر قبر بابام که میرم حس میکنم، نگرم میداره. از اونجایی که بوی گنداب نظام عالم و آدمو برداشته، برای بسیجی ها این آموزش رو گذاشتن: دستورالعمل بکارگیری ادکلون در تیوی ریش. در برخی از کشورها مثلا در اتازونی میگن دوش میگیرن، به این شکل استفاده میکنن، میذارن تو هوا، میرن زیرش میستن، تمام سر و صورتشون معطر میشه. درسته. اما من توصیه‌ای که میخوام بکنم اینه که طریقی که فرانسوی‌ها استفاده میکنن شاید بهتر باشه. ادکلون رو، شیشه رو تو دست راستشون قرار میدن، چشما رو میبندن، صورت رو به این شکل از 15 سانتی به نیمه راست و برای قسمت چپ با دست چپشون انجام میدن. این شکلی برای آقایون توصیه میشه. این هم آموزش یه رقص جدید شرعی که از ترکیب نرمش و کار قصابی به وجود اومده، مخصوص بسیجیان ریزشی که میخوان برقصن ولی روشون نمیشه. ساتور من تیزتره، دنبه من لذیذتره. حالا دست جمعی بابایی میگه بابا، بابایی میگه بابا. گوسفند رو میگیری میکوبی زمین، حالا میبریمش. بابایی میگه بابا بابا بابا، بابایی میگه. در انتها توجه شما رو به یه نمونه از تاثیرگذاری متقابل فرهنگی
در عصر ارتباطات جلب میکنیم. اول اجرای رقص لوری توسط بازیکنان رئال مادرید. و حالا حرکات موزون یک هموطن لور روی یک موزیک مدرن.